امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی با سفیر فوق‌العاده و مختار ژاپن در جمهوری تاجیکستان خانم کیکو فروتو ملاقات انجام دادند. در ملاقات حالت کنونی و دورنمای مناسبت‌های همکاری بین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ژاپن مورد بررسی قرار داده شد. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی کیکو فروتو را با مناسبت آغاز گردیدن فعالیت دیپلماتیش در تاجیکستان در این مسند پرشرف و همزمان سرمسئول صمیمانه تبریک و تهنیت گفتند. با اطمینان ابراز داشتند که با تلاش و فعالیت ثمره‌بخش جهت تکان تازه بخشیدن با مناسبت‌های شریکی کشورها در عرصه‌های گوناگون همکاری سهم ارزنده خواهند گذاشت. جانب‌ها بر رشد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و اجتماعی و فرهنگی اهمیت اولین درجه دادند. تاکید نمودند که ژاپن و تاجیکستان دارای امکانیت و ذخیره‌های فراوان همکاری‌های گوناگون جنبه می‌باشند. طی سال‌های برقراری مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و ژاپن همکاری‌های متقابلا سودمند در ساحه‌های گوناگون به راه مانده شده است. اشتراکچیان ملاقات منفعت‌داری خود را جهت رشد و گسترش بیشتر همکاری‌ها بین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ژاپن از جمله در ساحه‌های تندرستی، معارف، ساختمان راه و پل‌ها، رقم‌کنونی سمت آب و کاریزی و برق و گرم‌دهی تاکید نمودند.